دنیا که شما زندگی میکنید به قدر است. والله که به قدر است. رسول الله در بازار رفته ایستاده بودند. شما تصور کنید رسول الله همراه صحابگان در قدر یک گوسفند مرده رو میبینند. بوی بد میکرد، اطراف پر از پشه، هیچ کسی نزدیک نمیشد. و صحابگان گفتند کدام از شما به 1 درهم این را از من میخرد؟ 1 درهم کی میخرد؟ صحابگان گفتند یا رسول الله ما را چیکار میکنیم؟ پیامبر گفتند گیرید، در عوض چیزی ندهید، گیرید رایگان، گیریم به پول. صحابگان گفتند یا رسول الله اگر این زنده می بود این سر نقصان بود، حاضر این هم مرده است و هم بوی بد دارد، با شما میخواهد که ما را گیریم؟ گفتند قسم به خدا من حبیب شما هستم و گوش اندازید به پیامبرتون. قسم به عظمتی خدا این دنیا و چیزی که در آن است پستر از در نزد الله در مقام و جا نظر به این گوسفند. و ما امت را فراموش کردیم، دنبال شکوه و زیبایی دنیا سرگردان گشتیم. روید بینید حالت را. برادرای عزیز این وظیفه شما است. حبیب شما پیامبر شما صلی الله علیه و سلم برای چی شب گیره میکردند؟ برای چی گریه میکردند وقتی که مقام المحمود برایشان داده شده بود که راست به جنت میروند؟ شبا برای ما و شما گریه میکردند برای که میدونستند بالای ما این روزها میبیاید. در اوربان که در ونگریا است، والله العظیم در اوربان یک مسلمان از لبنان که پدر است با دختر خودش که 7 ساله بوده است همخوابگی کرده است. استغفرالله العظیم. البته برادر اگر دعوت در این دنیا نباشد دیدن احوال ما چی میشود؟ وظیفه هر یک شما دین الله را برقرار دادن در روی زمین است. امت اسلام دوره سخت را گذرانیده ایستاده است. میدونید عجایب در چی است؟ ما میگوییم این وظیفه مولا است، وظیفه داملا باید دیره کنه. نه برادر عزیز، این وظیفه تو است و امانت تو است. قسم میخورم به نام الله که شما از این پرسیده میشوید در روز قیامت. حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که الله فرشته را روان کرد تا یک شهر را ویران کند. برای شهر را ویران کردن یک فرشته روان کرد. فرشته آمد و دید که در شهر یک خداپرست است و بید خیلی سخت. فرشته حیران شد و نزد الله سبحانه و تعالی رفت و گفت یا الله فرمان دادی که شهر را ویران کنم، ولی در اون شهر یک عابدی است که از عبادت تو دست نمیکشد. این فرشته است که تنها چیتر خدا را عبادت کردن را میداند و او شاهدی داد که حقیقتا این انسان عابد است. الله چی گفت؟ از همون شخص نابود کردن را سر کن. برای چی؟ برای که او وضعیت و حالت مسلمانان را دید و ولی چرا انتخاب کرد؟ در خانه شیند و عبادت را دوام دهد. نه برادر ما وظیفه داریم، ما جوابیاری داریم، ما امانت داریم.